سلام. توی این ویدیو میخوام نحوه درست کردن بندینک رو بهتون آموزش بدم. برای بندینکی که خیلی باریک باشه من باید چه کار کنم؟ خب شما از اریب پارچتون باید استفاده کنین. اگه این راسته پارچه باشه شما باید پارچه رو حالت روسری تا بزنین و دقیقاً به اندازه 3 میل تا نیم سانت از بغل شروع کنیم به دوخت بندینک. دوباره کنار این دوختتون با فاصله 1 میلی یه دوخت دیگه بدین. خب اینو از کنار دوخت دومتون لب به لب قیچی کنین. حالا از یه نخ با ضخامت کافی که زود پاره نشه استفاده میکنین. این سمتش که دوخت نداره، این لب دوخت دارم، این لب دلای بسته است. سوزنتون رو فرو کنین ته کار. یه گره محکم بزنین. اینو دوبار. خب باز از ته سوزن استفاده کنین و اینو مثل حالت سنجاق از داخل پارچتون ردش کنین. خب اینجا رو حالت آروم و ملایم از تهش بکشین